الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، پدران و مادران و خواهران عزیز، الله مهربان همه شما را در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد و خدای مهربان تمنیات و مقصودها و مرامهای شما را با فضل و کرمش حاصل بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند گذشتگان شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری هاتون خدای مهربان شفای کامل دهد و به دردهای شما را الله مهربان همچنان صحت و سلامت نگه بدارد و الله مهربان مشکلات هایی که سراسر عالم فرا گرفته است خداوند از بالای جمله بندگانت دور بگردان و خدای مهربان همه ما را از غضبت، از مشکلات همیشه نگهبان باش. خدایا تو توانایی، تو قادری، برای همه ما بندگانت توفیق عطا کن، محبت و اخلاص هامون به سوی دینت زیاد بگردان. البته بسیار رفتارهای زیش داریم، گفتارهای زیش داریم، خصلت‌های بی‌نهایت پست و بد داریم. خدایا با فضل کرمت از این خصلت‌های رذیله، از این رفتارهای رذیله خدایا ما را نجات ببخش. خدای مهربان ما را از زمره مسلمان‌های بگردان که چگونه ای که حبیب تو محمد صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین مسلمان نفری هست که از دست و زبانش کسی آزار نمی‌یابد. خدای ما را از زمره همان مسلمان ها بگردان. خدایا بدبینی را، خدایا بد گفتن، خدایا نیت های بد را از قلب های ما دور بگردان. خدایا الفت را، مهربانی را، احترام را برای انجام دادن ما در بین یکدیگر توفیقش را خدایا نصیب ما بگردان. الله مهربان به آن چیزی که الحال میشنویم توفیق پایبند شدنش را نصیب ما بگردان. خدایا این ملک تاجیکستان ما را باز هم آباد، باز هم زیبا بگردان. الله مهربان در این ملک ما، در این سرزمین ما بندگانی هستند که برای پیشرفت این ملک، برای آبادی این سرزمین سعی میکنند، تلاش دارند، زحمت میکشند، مهنت میکنند. خدایا در پناه رحمت و عصمتت این گونه بندگانت را نگه بدار. خدای مهربان این ملک ما را، این سرزمین ما را از جمیع آفتها، از جمیع چشم آدمای بدخواه خدایا حفظ بفرما. الله مهربان از همه خیلی و خیلی نعمت بلندی که ایمان است، باوری به ذات تو هست، بندگی تو هست. خدایا هم در زمانی حیات بودن مان پایبند این بگردان و وقتی که این دنیا را هم که پدرود میگیم خدایا با این عقیده سالم، با این عقیده درست دنیا را پدرود گفتنش هم نصیب ما بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امین یا رب العالمین. ما وقتی راست میشیم شما ذره از طرف شما مقصد یگان
نه به اهمیتی، نه خواب، نه مقصد یگان کار دیگر، بلکه گوشهای شما روانه گوش بکنین. قوم حضرت نوح میگه این خیلی نبود. گفت و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم. من هر گاهی که این مردم هم میگم که آخه ما الله داریم، ما آفریدگاری داریم، و ما مثال رزاق داریم، و عبادت که این مردم انگشتاشون در گوشهاشون میدازند تا صدای مرا نشنوند. ببین واستغشوا ثیابهم، حتی همین جامعه هاشون در روشون میکشن که روی مرا نبینم. اگر همین خیل ناسپاسی در برابر نفر انجام بگیره، آیا او ناراحت نمیشه؟ ببین شکایت داره، مناجات داره، خدایا همین خیل احوال به سر من. حتی در تفسیر همین آیت ها نگاه کردم، میگه وقتی اونش که دیگر قوتی سنگ زدن حضرت نوح را نداشته، میگه بچه اکش دستش میگرفته میورده، میگفته بچه من برم میرم، لیکن همین آدم هر گاهی که چیزی گفت اینا سنگ میگیری و میزنیش. لیکن برادران عزیز و گرامی، حقیقتا راه دشوار، راه مشکل، ولی هر کاری که مشکل باشد حقیقا با پاداش هم بزرگه و یا ثوابش هم بزرگه. بسیار پاداشی بلندی دارد. وقتی که خدای مهربان بگه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. وقتی خدا بگه که داعی ها را، دعوتگرا را ما اهل نجات گردانیدیم، اینها مقصد هیچ مشکلات های اخروی را نمی چشن، خیلی الحمدلله میگوی خدای مهربان شکر، این دنیاشو قدر عمری نیست، اینش عمرش کوتاه‌تر، در پیش انشاءالله از پیش پروردگارم پاداشای بزرگ میگیرم. برای همین الله را ما سپاسگزاری میکنیم برادرای عزیز که همون حضرت نوح با همون قدر دعوت کردگیش، تصور کنید که مثال قرآن 1000 سنتین الا 50 عاما میگه. ببینید 1000 سنتین الا 50 عاما، یعنی میگه که 1050 سال حضرت نوح عمر دید. تصور کنید اگر حضرت مثال در 40 سالگیش پیامبر شده باشد، 950 سال دیگه میگه دعوت کردگی. در همین 950 سال برادران الی 50 عاما، یعنی میگه که 1050 سال حضرت نوح عمر دید. تصور کنید اگر حضرت مثال در 40 سالگیش پیامبر شده باشد، 950 سال دیگه میگه دعوت کردگی. در همین 950 سال برادران میگن جمع 12 آدم ایمان آورده. میگه 12 آدم میگه ایمان آورده بوده است. سر 80 سال بین یک نفر آدم و پیامبر گرامیمون در دوام 23 سال الحمدلله وقتی میگه دنیا را پدرود میگفت 120,000 نفر با او پناه با خدا میکرد در دوام 23 سال. و امروز الحمدلله بین که روی عالم در تمام روی دنیا مسلمان زندگی دارد. ما الله را سپاسگزاری میکنیم و دعا میکنیم. دائما دعامون همین است که خداوند روز به روز عدد مسلمان ما را در روی عالم زیاد کنه. خداوند و هر مشکلات هایی که امروز هست خدای مهربان مشکلات ها را از بالای سرشان دور گرداند. برادر عزیز، سخن حضرت علی را خواستم به گوش شما رسانم. حضرت علی را شما میدونید که دست پروری خاندان پیامبرمون بود. ایرا از خوردی پیامبرمون خودش به وای رساندگی،
خودش کلام کردگیه. و دانیم برادرها که وقتی میگن که از آدمان کلانسال اولین آدم ایمان آوردگی میگه ابوبکر صدیق بود، ولی از زمره بچکای خورد حضرت علی بود که ایمانی با پیامبر آورد. و حضرت علی برادرای عزیز با خصوصیت های خاصی خودش داشت. اگرچه ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی‌النورین هر کدامی با خودش اگر یک خصوصیتی خاصی خودش دارن، حضرت علی هم از زمره همونها که اینم حضرت داماد پیامبر بود، داماد پیامبر نازنین ما بود. حتی در جامع ترمذی دیدم حدیث روا خوردم در باب فضیلت حضرت علی، میگه که حضرت علی را دوست می‌دارد نفرهایی که مؤمنند و بد می‌بینند نفرهایی که منافقند. پیامبر گفت کسی علی را بد دید دانید که وی منافق است، کسی علی را دوست داشت دانید که وی مؤمن است. و این همون نفری هست که در بگیم نبرد خیبر حضرت اعلام کرد که فردا لیوای بگیم فتوحات در دست کسی میتون که او الله را دوست میداره و الله او را دوست میداره. همه اصحاب میگه شب خواب نکردن. از آن جمله میگه عمر فاروق هم میاره قولشا میگه که تا روز من میگه در هیچ چیز میگه اینقدر دعا نکرده بودم ای کاش من باشم که نفری که مثال همون گویم که بیرق در دست او داده میشود که او الله را دوست میداره. اینش عجیب نیست، عجیبش اینه که الله او را دوست میداره. میگه سحر وقتی که حضرت بین مردم دارن گفت برادرتون علی در کجای؟ گفتن علی بیمار چشم درد است. میگه حضرت با پیش آمدید که چشمش درد میکنه، آبی دهنش گرفت میگه در چشم حضرت علی مالید، میگه همون لیوا را در دستش داد. گفت که علی گفت مقصد فتح خیبر، قلعه خیبر این به دست تای گفت تا داخل مقصد همون قلعه را در آمده نگفت. مقصد هر کدامش که اگر شمشیر میکشه نابودش کرد، لیکن در دران که در آمدی اول دعوت کرد هر کسی مسلمان شید مقصد او رهایی میآورد و کسی مسلمان نشید جزاش میگیرد. همونجا گفت که حدیثی را که لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. یک آدم ای دست اگر همونجا سبب هدایت همونها شد از یک شترم به سوی الله مهربان فایده این زیادتر. یک شتری که در راه خدا، شتر سرخمو که در راه خدا تو ذبح میکنی، از او در یک کس لا اله الا الله بگد این بهتر و بالاتره. این همو علی هست. حالی در سرگذشت حضرت علی هم او روز یک قصه کردیدم، میگه در هم حضرت علی هم بدبینهاش در زمان خودش خلافت خیلی بسیار بود. شما میدونید که در دوام اندکی که وی خلافت کرد وی بیچاره دیگه از جنگ های بین کشاکش خودشان دیگه بیرون این طرف جنگ جمل بود، این طرف جنگ بگیم صفین بود، چقدر تلفات زیاد بین مردم مسلمان شدگی بود. بیچاره یگان روز ایتا آسودگی را ندیده. میگه در محفل هم تا کلان نشستگی بود، یک حدیثی را میگه بیان کرد. یک نفر میگه از امو قسم پایان گفت ما خطی پیامبر بودیم، این سخنی را تو میگوی دروغ میگوی. گفت ما نشنیدیم این سخنه. میگه از نفرهایی بود که بسیار به علی عداوت داشت. میگه حضرت علی از اینجا دیگر خیلی آدم یک تا زمان حضرت در پهلوی پیامبر نازنین آیا علی چیزو رو شما دروغ میگه؟ میگه گفت که این دروغ نیست برادر عزیز، من با رسول الله بودم. گفت من این سخن از رسول الله شنیدم. گفت ما هم با رسول الله بودیم، ما نشنیدیم. گفت دعا میکنم. گفت دعا کرد. گفت من دعا میکنم که اگر همین سخن من دروغ باشد خدای همین بینایی من را بگیرد
و اگر تو تهمت کنی بر من خداوند بینایی تو را بگیره. گفت دعا کن. دعا کرد حضرت. خدای گفت اگر همین چیزا من در حق پیامبر تهمت کنم خدای بینایی من از بین ببر. لیکن اگر همین انسان مرا تهمت کرده باشه خدای بیناییش بگی. صاحب تاریخ میگه تا آخری محفل همون آدم ایجاش نابینا خیس میگه. تا آخری محفل میگه همون آدم بینایی شاید است داد میگه. البته هوا مستجاب دعوا هم بودن آخری. یون نفرهای بودن ای از 10 یاری بهشتی بودن آخری. اینها را در حیات حضرت بود شما در جنتی. حضرت چی میگه؟ بسیار سخندان بودن. بسیار کلمه. من اول یک کتاب دارم خاص برادران عزیز و گرامی همه سخنهای گویم حضرت علی است. بسیار سخنهای زیبا و با حکمت جمع کردگی است. از پیش این سخنم یک سخنش به یادم آمد. گفت که کن عند الناس خیر الناس و کن عند النفس شر الناس و کن عند الناس رجول من الناس. حضرت امین چی کرد؟ سه جمله بسیار زیبا گفته است که دوست می‌دارم که نفر از شما وقتی در بین مردمین از بهترین های مردم باشید. حرکت کنید که از بهترین های مردم باشید. یعنی شما دائم از مردم به اخلاق زیباتون فرق کنید و باشه نزد نفس خودتان بدترین مرد. در برابر نفساتون بدترین باشید. هیچگاه به نفستان رحم نکنید. هیچ وقت غم نفستان را نخورید و باشین در بین مردم نفر از مردم. یعنی چقدر عادی باشین، خاکسار باشین. یعنی چگونه که اینجا قاری هم برای ما شما گوشدار کرد دغدغه و دبدبه و کتگی و این چیزها را گفت از خودتان دور کنید. این سخنهای بسیار بلند حضرت علیه. حضرت میگه که من لم یکن عنده سنت الله و سنت الرسول و سنت اولیایی فلیس فی یده شیء. میگه که اگر در کدام انسانی سه سنت نباشه، سنت الله، سنت رسول الله و سنت اولیاها یا اولیاء الله ها، اگر این سه سنت در بنده های خدا نباشند فلیس فی یده شیء. گوش شما هیچ ندارید. اگر این سه سنت در شما باشد شما همه چیز دارید. قیل ما سنت الله. گفتن حضرت مراد ای سنت الله و سنت رسول و سنت اولیاء. یعنی چی؟ سنت الله چیه که ما باید داشته باشیم؟ گفت کتمان و سر. سنت الله همین است که همیشه سیرها را پوشیده نگه داشتن در کار. هیچگاه هیچ سیری را باید که ما برادر عزیز یعنی با گوش کسی با نفری باید نرسونیم. هر یک نفر با خودش یک سیر یک چیز مخفی داره. همون چیزی مخفی باید آشکار نشود. یک مثال میارم در همین باب. خیلی همین باب در همین ریاض صالحینی که از نام گرفتیم باب کتمان و سیر گفتگی یک باب داره. در همون جا میگه حضرت عمر وقتی دخترش حفصه وقتی که بیوه شد میگه یک سنت همین بود که مردم دخترش گپ میزد میگو بچهای همین دختره که ما قدرت شدگی این سنت های که یکم بچه‌های با توفیق که خداشناس دارین همین دخترک ما بگیرم نیکو کدا بتونش. این پیشتر همین خیل گویم این از سنت های خود ما بود. لیکن آمده گمان های بد پیدا شد. باز این ما بگم من دختر دارم میگه یگان عیب داره کلونش کیسه. او گمان ها اون بد شدگی. دیگر مقصد میگوی از اعلان کردن نکردنش بهتر است. میگه وقتی حفصه میگه بیوه شد حضرت عمر در حال میگه ابوبکر فریاد کرد گفت حضرت همین دخترم بیوه شد نمیگیریش. اگر امکانت باشه و مقصد خوش بیاین نیکو کدا بتمد. میگه حضرت ابوبکر گفت خیر کویک
بیا فکر کنیم. میگه حضرت عمر سخت غضبناک شد. گفتی چیه؟ چرا یه رد میکنن؟ میگه حضرت عثمان گو عثمان دختر دارم حفصه نمیگیریش؟ گو حضرت بیا کم ترک اندیشه کنیم. میگه از بین 3 روز گذشت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواستگاری اومدن. حفصه دا دختر حضرت عمر دا خواستگاری اومدن. در حال حضرت گرو نکاح کرد. حضرت رسول الله حفصه دختر حضرت عمر در نکاحش در آورد. بعد رسول الله نکاح کردن ابوبکر صدیق و عثمان حضرت عمر را فریاد کردند. گفت همون روزی که ما گفتیم که ببینیم ما حس کردیم که تو بسیار غضبناک شدی، لیکن چند روز پیشتر پیامبر در گرد حفصه گپ میزد، ما نخواستیم که همین سیر آشکار شود. در پیش ما گفته بود که همین حفصه از حفصه پرسید ما برای نخواستیم که همین سیر کشاده شود. امروز که حضرت نکاح کرد گرفت، این ما برای تو میگیم که حضرت پیشتر هم درباره دخترت گپ میزد. یکی از سنت ها برادرها نگاه داشتنی سیر، یعنی هیچ همین چیز مخفی را باید نگاه بداریم برادران. دویم گفت سنت رسول. گفتن سنت رسول چی است؟ گفت المدارات بین الناس. ببینین یعنی همیشه با مردم معامله کردن، با مردم مناسبت خوب کردن یکی از سنت های رسول الله است. یعنی هیچگاه باید از مردم خودت جدا نگیری، یا هیچگاه مقصد با مردم معامله درشت زیشت نکنی، زیرا حبیب خدا این کردار را نداشتن. با همه معامله میکردن، حتی به نفرهایی که قبول از دین هم نداشتن اونها قطعا معامله میکرد. پس گفت سنت رسول امین است که شما با مردم مناسبت خوب کنین، معامله خوب کنین، مردم خدا را دوست بدارین. گفتن حضرت سنت اولیاش که چیه؟ گفت سنت اولیاها گفت العزا یمات عن الطریق. سنت اولیاء همین است که هر چیزی که با بنده های خدا زیان میارد، ضرر میارد، او را از راه مردم دور کردن، یا آزار به مردم خدا ندادن. این سنت اولیاء الله ها یعنی ولی ها، دوستای خدا را سنت چون برادر همین است که با کسی از بنده های خدا باید زیان نرسانیم. بله برادرها، باید ما مسلمان ها از خبر کتابی و از فرموده های بگیم شریعت منمیم که به آزارترین انسان در روی عالم باید مسلمان باشد، باید به آزار باشد، زیرا که دعوت الله و رسولش از ما همین است که ما هیچگاه باید آزار نرسانیم، با کسی آزار ندیم. میگه حضرت عبدالله بچه حضرت عمر نفری را میگه به نام طفیل ابن ابی ابن کعب، میگه دویم دستش میگرفت و میگه که بازار میریم. میومد میگه بازار، همین بازار دو طرف دکان، همین میدرامن میگه السلام علیکم السلام علیکم، میگه تا خیره میرفت. این حضرت طفیل میگه خیلی یک بار رفتیم، 2 بار رفتیم، 3 بار رفتیم. من میگه گفتم ای حضرت من میبینم تو در همین بازار هیچ چیزی را نمیخری، یگان خرید نداری، او چرا همین یک سلام علیکم در هم کوچه هم میکنیم سلام علیکم، او چی مقصد داری؟ بعد گفت که ای صاحب شکم، این طفیل کمتر شکمدار بوده، میگه گفتش که ای صاحب شکم نشنیده ای که پیامبر گفتن که والذی نفسی بیدی لا تدخل الجنة حتی تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. ببین گفت نشنیدی پیامبر که حدیث مبارکش چی گفت؟ گفت قسم بر آن خدایی که هستیم در دست او هست، لا تدخل الجنة حتى تؤمن، جنت فقط آدم ایماندار میدروید، به ایمان جنت نمیرود.
بعد چی گفت در دومش پیامبر ما ولا تؤمنوا حتی تحابوا ایمانهاتون ایمانهای با باوری را نیست تا زمانی یکدیگرتون را دوست ندارید تا یکدیگر شب بنده‌های خدا دوست ندارن ایمانهاتون ایمانهای او تا با باوری را نیست ایمانهایی که بگیم اکل خیلی پختگی و نور داشتگی این ایمان شما از او ایمان نیست بعد در دوم چی گفت گفت که پیامبرمون چی گفت اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم گفت آیا به یک عمل دلالتتون کنم که اگر شما دنبال همون عمل دا باشین بینتون دا محبت پیدا می شود گفتیم حضرت چی هست گفت افشو سلام بینکم السلام علیکم السلام علیکم یعنی در حق یکدیگر گفت و همیشه سلام کنیم با یکدیگر بین گفت همین سلام کردن سلام گفتن همین در بینتون محبت زیاد میکنن برادر عزیز وقتی پیامبر نازل این حرکت کرده در بین ما محبت باشد ما خودمون دعوا کنیم که ما مسلمان ما دوستدار پیامبر اگر از عقیب گپ حضرت نباشیم آیا این محبت ما را کسی باور کرده میتونه آیا معنی داره این محبت ما نداره هزار گنج عبادت شاعر میگه هزار گنج عبادت هزار خان کرم ولی ببین هزار اکر هزارها عبادت هزارها دسترخوانه پر ناز نعمت هزار گنج عبادت هزار خان کرم هزار طاعت شبها هزار بیداری هزار روزه ماه هزار خلوت سال قبول حق نشود گر دل بیازاری قبول حق نشود گر دل بیازاری هزار عبادت همان یکی وقتی کسب ما دلازاری هست برادر عزیز میگه قبول حق نشود بله درست میگه درست میگه از همه چیزی وزنین برادر عزیز این دلازاری ای این دلازاری ای خدای مهربان توفیق من کرد که ماها این سنت های را که حضرت علی چی سنت الله چی رسول و چی دوستای او را برای ما گوشزد کردن خداوند ما را پیروی این سنت ها گردانه و ما را از زمره همون مؤمن های گرداند که در حیات ما با کسی نه به زبانمون نه به دستمون و نه به اندیشه هامون با کسی از بنده های خدا زیان و ضرر نرسانیم خداوند ملکامون را تینج کند خداوند این دردی بگیم خیلی دردی که تمام دنیا را در یک تشویش در یک حالتی تنگی و در یک حالتی بیکاری و بیپولی و به همه حالت آورده رسونده است که این هم قدرت الهی برادر عزیز که به اندک بیماریش میتونست است که تمام کاری روی دنیا را بند کند این الله را قدرتاش بده است خدای مهربان دعا کنیم که خداوند از این مشکلات رو روی عالم خلاص گردانه و دنیا را همش تینج کنه و خوب کنه و نیک کنه و الله مهربان بازم مهر ما را محبت های ما را اخلاص های ما را به دین خدا زیاد گردانه اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.